قربانی برای مرده بالکل درست است. بعض مردم دیگه دیوانگی میکنن، غیر مقلدین خصوصا لامذهبا، که قربانی برای مرده نمیشه. ایره باید داشته باشین که یک عقیده است به نام عقیده ایصال ثواب، رساندن ثواب. آیا ثواب اعمال زنده به مرده میرسه یا نمیرسه؟ اهل سنت والجماعت عقیده مسلم ما هست، العقیدة الطحاویه، و دیگه کتاب عقاید ما شرح العقاید از علامه سعد الدین تفتازانی سب تمامشان نوشته میکنن و فی دعاء الاحیاء للاموات و صدقتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعتزله. دعاهایی که زنده پشت مرده میکنه، ختمی که زنده پشت مرده میکنه، صدقه که زنده پشت مرده میکنه، این تماما ثواب های ازی به مرده ها میرسه. ثواب ازی به مرده میرسه. در اون زمان به نام معتزله یک گروه بود، علی ای به مرور زمان یک گروه که نامبد شوه و کوشش میکنه که نام خود تغییر بده. باز در دیگه وقت به دیگه نام میبرایا، باز که به اون نام شرمنده شد باز به دیگه نام میبرایا. در اون زمان به نام معتزله یاد میشد. علی در این زمان هم این گروه ی عقاید یزی هست، خود نام های خود تغییر داده میرن. خیرات نیست و صدقه نیست و حج نفلی، در حالی که تمام اعمال نیک نیت دیش درست باشه، عقیده دیش درست باشه، ای بخشیدن اعمال نیک، ثواب اعمال نیک به مرده ها حتی به زنده ها جائز از هیچ نوع مشکل نداره. به طور نمونه یک نفر یک سپاره تلاوت قرآن میکنه، یک صفحه تلاوت قرآن کرد، 100 دفعه درود خوان، 100 دفعه لا اله الا الله گفت و ثواب زیر به پدر خود میبخشه، هیچ نوع مشکل نداره، بالکل جائز هست در دین ما. از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم انس ابن مالک رضی الله عنه پرسان میکنه، عمدة القاری شرح صحیح البخاری روایت می آوره علامه بدرالدین عینی. انس ابن مالک سے پیشنهاد میکنه، یا رسول الله نحن نتصدق عن موتانا، ما پشت مرده خود صدقه میکنیم، و نحج لهم برایشان حج نفلی میکنیم، و ندعو لهم برایشان چی میکنیم؟ دعا میکنیم. فهل یصل ذلك الیهم، به مرده های ما میرسه یا نه خود مانده میکنیم؟ میرسه یا نمیرسه؟ صحابی از کی پرسید؟ از پیامبر ما علیه السلام. پیامبر ما چی فرمود برش؟ بلی، نعم. نعم معنی بلی، میرسه. و هم یفرحون بها، این مرده هایتان به دعاها و به صدقه و خیرات و حج نفلی اقدر خوش میشن، مثل که به یکی از شما کس از بیرون یک تحفه روان بکنه. تحفه که چقدر ناچیز باشه خوش میشم نمیشم؟ فلانی به ما عطر روان کرده، ساعت روان کرده، لباس روان کرده، کولا روان کرده، چقدر خوش میشم که در یاد یزو بودیم. نی میگه یادت مکنم سیرت خدا کنه، خو یادت کد برگ سبز تحفه درویش. مثل که به تحفه چقدر خوش میشن، عین شکل مرده هایتان هم به این خوش میشنی. تحفه شماست به خاطر مرده هایتان، این تحفه است. دوستایی که به حج رفتن طواف های نفلی بکنن، نماز بخوانن، تلاوت اوجه خو ثواب زیاد است. نه یک بر یک لک هست. در مدینه منوره یک بر 10,000 یا یک بر 25,000 یا یک بر 1000 یا یک بر 50,000 مختلف روایت می. در مکه معظمه یک بر یک لک. نه تنها نماز، هر ملا علی قاری رحمت الله علیه یک عالم و محدث است از مذهب ما، اومیگا در مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح اومیگا هر عمل نیک در مکه معظمه یک بر یک لک است. یک بر یک لک، 1 روپه در مکه معظمه 1 بر 1 لک، نمازت 1 بر 1 لک، تمام اعمال نیکت 1 بر 1 لک. عمره بکنن و ثوابش به پدر و مادر خود به مرده ببخشن، بالکل میرسه برایشان. آنها راحت میبینن، ازی راحت میبینن. یک نفر آمد
حدیث صحیح البخاری است، مصنف ابن ابی شیبه در کتاب خود میاره، در کتاب حدیث از استاد امام بخاری است. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها میگه یک نفر آمد از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسان کرد یا رسول الله ان امی افتتلت نفسها، مادرم به مرگ ناگهانی مرده، و انها لو تکلمت تصدقت، مطمئن هستم اگر مادرم فرصت میافت، یعنی موقع گپ زدن میافت، یعنی زود وفات نمیشد، علی میگنی حمله قلبی آمد رفت، حمله فشار بود مرد، یعنی هیچ موقع براتون نمیته، یک حادثه ترافیکی میشه دایرکت مرد. این نفر عرض میکنه یا رسول الله مادرم به مرگ ناگهانی مرد، هیچ وقت برش میسر نشد، و انها لو تکلمت تصدقت، مطمئن هستم اگر گپ میزد ضرور صدقه میداد، توصیه میکرد، وصیت میکرد که صدقه بتین. فهل لها من اجر ان تصدقت عنها، از طرف یزو اگر مال صدقه بتم دگه بریزو میرسه چیزی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم برش میگه بله نعم میرسه. پیامبر ما میگه میرسه. به هر حال ای بخاطر مرده قربانی گرفتن، این هم یک صدقه است بر روح یزو، صدقه است. کس توان داشت اول به خود بگیره که گردنش خلاص شوه، صحیح. بعض اگر توان داشت به پدر خود، به مادر خود، به پدر کلان، به مادر کلان، به هر کس که میگیره، حتی به انبیاء کرام، بالخصوص به جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. فقهای ما نوشته کردن، تماما فقها، خصوصا معاصر، فتاوی رحیمیه و فتاوی حقانیه و فتاوی فریدیه و کلی کتاب های معاصر قدیم و جدید کلشان میگن که بخاطر مرده قربانی میشه، بالخصوص بالاخص به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ای پیامبر ما علیه السلام دو قربانی میکرد، یک قربانی را به تمام امتی که شهادت به وحدانیت الله و شهادت به رسالت پیامبر علیه السلام داده باشند، یک قربانی در حق ازیا میکرد پیامبر علیه السلام. و هر سال که قربانی میکنه بسیار از مردم مسلمان وفات شدن، بسیاری تال به دنیا نآمدن، بسیار صحابه وفات شدن، در حق کلشان رسول الله مبارک قربانی کرده. در حق مرده قربانی هست یا نیست؟ قربانی بالکل. رسول الله مبارک یک غیرتی ذات است، یک سال هم امت فراموش نکرده، هر سال در حق امت قربانی میکنه. علی امت در کوشش یزیز که میگه این نارواسی بدعت است، بیازم مردم خدا فکرش نیستن. این سرمایه دارا کسایی که توانش دارن باید به این متوجه باشن که یگان قربانی با پدر، با مادر، با بزرگای خود، با خصوصا به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قربانی بکنن. یگان تا باز میگن او چی ضرورت داره به موتو، به قربانی موتو چی ضرورت داره، به خیرات موتو چی ضرورت داره، به ختم موتو چی ضرورت داره. من میگم ضرورت نداره. پروردگار به عبادت موتو ضرورت داره، پیامبر ما علیه السلام به درود موتو ضرورت داره. چرا همیشه میگیم اللهم صل علی محمد؟ میگیم نه، ما ضرورت داریم اعمال امت به پیامبر علیه السلام پیش میشه، عرض الاعمال میشه، چقدر خوش میشه، روحش خوشنود میشه که فلان امتی در حق ما قربانی گرفته، فلان امتی در حق ما چی گرفته؟ قربانی گرفته. بناءً قربانی به خاطر مرده بالکل جایز است، هیچ مشکل نداره، بالخصوص به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و چیز بهتر و خوب چیز قربانی شوه. جمعه گذشته گفتم ای تو چیز نگیری، یگان روایت میگه که در سر قبر تا میدان حشر هر کس سر زمین قربانی خود سواری کده میره. ما گفتم در جمعه گذشته که هر کس خود ببینه، وزن خود ببینه، امو تو قربانی بگیره. اینه که وزن تو 100 کیلو، ای تو یک گوسفنده که بگیری که 10 کیلو میبره، تو را باز برده میتانه؟ نمیتانه برده. یک چیز خوب قربانی که خود بازی نتیم، این مال خدا در راه الله خوب مصرف کنیم، خوب چیز در راه الله بهترین چیز، بهتر مصرف کنیم، بهتر. دیروز در حدیث خواندیم تکبر الله خوش نداره،
تکبر الله خوش، خو در صدقه خوش داره. در چی خوش داره؟ در مصرف در راه الله. که در مصرف در راه الله آمدی، بیباکانه مصرف کو. چی معنی بیباکانه مصرف کو؟ در چرت یزی نباش که اولاد ما چیز میمانه بر یزوان نمیمانه. ایره میگن کبر غرور در راه مصرف در راه الله. در راه الله مصرف کو، در راه الله بتی، در راه الله بتی. یعنی ای بیباکانه با می معنی. اما تکبر خود اگر کار خوب نیست، کار خوب نیست. با الله میزیبه کبریا. صحیح استی؟ انسان باید انسان عاجز شکسته باشه. خو اما در راه الله، در صدقه، در مصرف کلنکاری تبکو. صحیح استی؟ کلنکاری در مقابل مردم نباشه، در مقابل مصرف در راه الله. که در فکر ازی گپا نیستی که ولا چطور میشه و چطور نمیشه. پروردگار به کل ما توفیق نصیب بکنه. آمین بگوین.